او مای گاد. اعضای دل و عاشقان فوتبال، ببینید تا اینجای فصل ترکیب رئال مادرید و نقل انتقالات رئال مادرید، ببینید سه تا بازیکن خریده رئال مادرید و آقای پرس، برناردو سیلوا و ابراهیم کناته، دنزون فریز. اینو که این سه تا بازیکن تا الان خریده رئال مادرید. اعضای دل، نظرتون رئال مادرید از سه تا بازیکن کدامش بهترینه؟ به نظر من برناردو سیلوا بهترینه، واقعا بهترینه و فوق العاده و به درد رئال مادرید هم مخره. هم تو پخش کنه تا یک حدی، هم وینگر بازیم نه، همه کاره دیگه، بهترین تا حدی خودش. و اینم ترکیب رئال مادرید تا اینجای فصل زیر نظر آقای خاص و قرار است که بازار بازم بیتر کنه، چند تا بازیکن بفروشه، چند تا بازیکن بیاد. و سه تا گزینه برای رئال مادرید مونده برای آقای پرس. خب اولیسه، ویتینیا، خولان آلوارز. به نقل از مارکا این سه تا بازیکن مونده، قرار است که یک شو پیشنهاد بده. پروژه آقای خاص است و پرز. ببینیم به نظرتون از دل کدومش میاد تو رئال مادرید، کدومش بیاد به درد رئال مادرید میخواد؟ به نظر من اولیسه بیاد بهترینه، واقعا بهترینه، فوق العاده. از دل نظر بدید و حمایت کنید. دمتون گرم.